ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. гуфтори 52. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. در بابت استفاده زبان غزنویان سیاستی دوگانه داشتند، به این معنی که در معاشرت همروزه دفترداری و نامه‌نگاری داخلی دولتی همچنین در مکاتبه با همسایگان از زبان تاجیکی فارسی دری استفاده می کردند و در رابطه با خلافت از زبان عربی. مثلا نامه بر تخت سلطنت نشستن مسعود به خلیفه بغداد به زبان عربی و همچنین نامه به قدرخان یوسف کاشغری و نامه به آلتونتاش خوارزمشاه به زبان تاجیکی ارسال گردیده بود. غزنویان با تقلید و پیروی به سامانیان ترغیب و تشویق شعر و ادب تاجیکی را جزئی سیاست فرهنگی خود قرار داده بودند. دربار پادشاهان غزنوی محل جمع آمدی شاعران و ادیبان از همه قلمرو زبان تاجیکی گردید. در این عهد مدحیه سرایی به اوج خود رسید. مدحیه سرایان به عوض مدحیه خود از پادشاهان و اهل دربار پاداشی مناسب به دست می آوردند. از این رو زندگی اهل ادب نسبتاً آرام و آسوده بود. 3 شاعر توانای دوره اولی سلطنت غزنویان یعنی انصوری بلخی، فروخی سیستانی و منوچهری دامغانی شعرگویی و مدحیه سرایی را به زبان تاجیکی فارسی دری به اوج اعلا رسانیدند. منوچهری در وصف طبیعتی دلانگیز و انصوری و فروخی همچنین در وصف میدانداری و لشکرکشی ها و فتوحات سلطان محمود در داخل و خارج سرزمین قصیده های زیبا سرودند. این شاعران با سرودن اشعار جذاب و رنگین در رواج و رونق زبان ما خدمتی شایسته نموده، همچنین در سروده های خود این زبان را با نیکوترین صفتها مورد ستایش قرار دادند. از جمله ابوالقاسم حسن انصوری بلخی وفاتش سال 1040 که ملک الشعرای دربار سلطان محمود بود زبان دری را چنین ستوده است:
چو با آدمی جفت گردد پری، نگوید پری جز به لفظی دری. برای فرخی سیستانی نیز دانستن زبان دری باعث افتخار و سربلندی بی اندازه است. خاصه آن بنده که ماننده من بنده بود، مدح گوینده و داننده الفاظ دری. در اشعاری منوچهری دامغانی زبان شیرین و دلانگیز فارسی مایه افتخار و عنصر هویت بخش است. اما صحاب به تازی است و من همی به پارسی کنم اما صحای او. دوره دومی سلطنت غزنویان، یعنی دوره پس از سلطنت سلطان مودود، هرچند در تاریخ سیاسی ایران زمین نقش مؤثر ندارد، ولی از نظر گسترش دامنه تأثیر و نفوذ زبان و ادب ایرانی در سرزمین هند مهم ارزیابی می گردد. زیرا در این دوره در برابر غزنه شهر لاهور نیز مرکزی بزرگی علم و ادب ما گردید و شاعران بزرگی چون مسعود سعد سلمان، سید حسن غزنوی، عثمان مختاری، حکیم سنایی غزنوی، ابوالفرج رونی و دیگران در دربار پادشاهان غزنوی زندگی و ایجاد می کردند. مسعود سعد سلمان تولد در بین سالهای 1046 1049 از شاعران معروف دوره دوم سلطنت غزنویان است که با سبب از نزدیکان محمود ابن ابراهیم غزنوی و ابو نصر پارسی بودنش تقریباً 20 سال عمر خود را در زندان گذرانیده است. و این معنی که چنان که گفتیم امیر و امیرزادگان و اهل دربار غزنوی همیشه میان خود خصومت و دشمنی داشتند و مسعود سعد به جرم قرابت داشتنش با محمود ابن ابراهیم که پدرش ابراهیم غزنوی او را از حکومت هند معزول و زندانی کرد و همچنین با بهانه دوستی وزیر شیرزاد ابن مسعود ابو نصر پارسی بودنش که او نیز محبوس شد مقیم زندان گردید. همین مدتی طولانی در حبس و سربردن او باعث گردید که مسعود سعد نوعی شعری حبسیات را در شعر تاجیکی به میان آورد. حبسیات مسعود سعد سلمان شبهای سرد و تاریکی زندان و آزادی و رهایی انسان را با بهترین و جذابترین تشبیه های و ترکیب ها پیش نظر و جلوه می آورد. همین است که نظامی عروضی سمرقندی در 4 مقاله به حبسیات مسعود سعد اشاره کرده می گوید: ارباب خرد و اصحاب انصاف دانند که حبسیات مسعود در علو غایت بلندی
به چی درجه است و در فصاحت به چی پایه بود. وقت باشد که من اشعار او همی خوانم، موی بر اندام من بر پای خیزد و جای آن بود که آب از چشم من بیرود. برای نمونه چند بیت از یک قصیده او به عنوان ناله از زندان که هنگامی در قلعه نای زندانی بودنش با زبان فصیح و شیرین سروده است و واقعیت سخن نظامی عروضی را باری دیگر تصدیق می کند، منظوری خواننده می شود. نالم بدیل چونای من اندر حصاری نای، پستی گرفت همتی من زین بلند جای. آرد هوای نای مرا ناله های زار، جز ناله های زار چه آرد هوای نای. امروز پست گشت مرا همتی بلند، زنگاری غم گرفت مرا طبع غمزدای. از رنج تن تمام نیارم نهاد پی، و از درد دل بلند نیارم کشید وای. دیگر از شاعران بزرگ این عهد حکیم سنایی غزنوی تولد سال 1072 است که در ابتدا شاعری دربار مسعود ابن ابراهیم و پسرش بهرام شاه غزنوی بود، ولی به زودی ترک دربار و مدحی سرایی کرده به سرودن اشعار تابناک عارفانه پرداخت و از بزرگترین عارفان روزگار خود گردید. مولوی حکیم سنایی را در برابری فریدالدین عطار از پیشگامان و پیش آهنگان این جاده می داند. عطار روح بود و سنایی دو چشمی او، ما از پسی سنایی و عطار آمدیم. دیوانی اشعاری سنایی از غزلیات، قلندریات، زهدیات، رباعیات و غیره عبارت بوده. سنایی همچنین مؤلف چند مثنوی و منظومه های عرفانی و اخلاقی و کلامی و فلسفی، الهی نامه، سیر العباد الی المیعاد، طریق التحقیق، کارنامه بلخ، عشقنامه، عقلنامه و غیره است. به بیان دیگر، سنایی غزنوی علم و حکمت را با زبانی ساده ولی در عین زمان آمیزش یافته با تمثیل و تشبیه فراوانی شاعرانه در قالب شعر بیان نموده. در همین زمینه به تعبیر خود او ملک سنایی را بنیاد کرده است که هنوز این ملک پابرجا و آسیب ناپذیر است. بس که شنیدی صفتی روم و چین، خیز و بیا ملک سنایی ببین. تا همه دل بینی به حرص و بخل، تا همه جان بینی به کبر و کین.
پای نیو چرخ بزیری قدم، دست نیو ملک بزیری نگین. ذکر این نکته هم مهم است که سنایی در مثنوی‌های خود به مسئله‌های گوناگون علمی و عرفانی و دینی و فلسفی دخل نموده معنی‌های دقیق را با نازک‌اندیشی به خود خاص بیان کرده است. بنابراین بعضی سروده‌هایش نیاز به نوشتن شرح و توضیح دارد. ازرقی هیروی تولد سال 1049 نیز از شاعران معروف همین دوره است. پدرش اسماعیلی وراق همان است که به گفته مؤلف 4 مقاله فردوسی را بعد انشای حجم نامه و به غضب سلطان محمود گرفتار آمدنش به مدت 6 ماه در خانه خود پنهان کرد. ازرقی علاوه بر سرودن قصیده و غزل و ربایی همچنین در منظومه سرایی نیز مهارت کامل داشته است و اثری معروفی سنباد نامه را پس از استاد رودکی دیگر باره به نظم آورده است. ربایی زیر که در آن شاعر کلمه های معمولی تگرگ یعنی ژاله، برگ و مرگ را با مهارت خاص و رعایت تناسب داخلی این کلمه ها قافیه بسته است، دلیل استادی کاملی او در زبان و ادب ماست. تا زبری فراق تو ببارید تگرگ، بر شاخ امیدی ما نه برماند و نه برگ. دیدم نه به اختیار خود هجرت را، مردم نه به اختیار خود بیند مرگ. گفتن به مورد است که به خصوص زمان پادشاهی بهرامشاه غزنوی 1133 1174 برای تألیف آثار فراوان ادبی فارسی مساعدت نمود. در این دوره ابوالمعالی نصرالله ابن محمد منشی ترجمه نوی کلیله و دیمنه را از عربی انجام داد که با نام کلیله و دیمنه بهرامشاهی معروف است و در عصرهای بعدی در مدرسه ها به صفت کتاب تعلیم در بابت انشا و بلاغت خدمت نمود. نمونه از شیوه ترجمه و نگارش کلیله و دیمنه ابوالمعالی نصرالله. آوردند که در مرغزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطر کرده بود و عکس آن روی فلک را منور گردانیده، از هر شاخ 1000 ستاره تابان و در هر ستاره 1000 سپهری حیران.
سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا، نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار، بخاری چشمی هوا و بخوری روی زمین، ز چشمی دایه باغ و ز روی بچه خار. و وحوشی بسیار بسیب چراخور و آب در خسب فراوانی نعمت بودند، لیکن به مجاویرتی همسایگی شیر آن همه نعمت و آسایش منغص تلخ بود. روزی فراهم آمدند و به نزدیک شیر رفتند و گفتند تو هر روز از رنج بسیار و مشقت فراوان از ما یکی شکار می توانی شکست و ما پیوسته در مقاسات بلا، یعنی تحمل کردن بلا و تو در تکاپوی طلب. اکنون چیزی اندیشیده ایم که تو را از آن فراغت و ما را امن و راحت باشد. اگر تعرضی دست درازی خیش از ما زائل کنی، هر روز موظف یکی شکار به وقتی چاشت به مطبخ ملیک فرستیم. شیر بر آن رضا داد. چنانکه می بینیم در پارچه ذکر گردیده کلمات زیادی عربی منغص، مجاورت، مقاسات، تعرض، موظف و غیره استفاده شده اند که درک مطلب را دشوار می گردانند. بر ضمن این در قطعه شعری یاد شده صنعت‌های زیادی کنایه و تشبیه فراوان کاربست گردیدند. از جمله در این قطعه شعری مراد از یاقوت گل سرخ، مقصد از مینا که کبود است سبزه، شنگرف نیز کنایه از گل سرخ، همچنین مراد از عباره های دایه باغ ابر باران و بچه خار گل می باشد. زبان ترجمه این اثر و آثار نثری بعدی دیگری این عهد بازگوی این حقیقت است که در آخر دوره غزنویان نثر ساده زمان سامانیان تدریجاً به نثر مرکب تکلف آمیز بدل گردیده، سخنبازی‌های لفظی و معنوی منشیانه و دایره کاربستی واژگان و اصطلاحات و ضرب المثل و مقالهای عربی در نوشت آثار تاجیکی بیشتر گشت. زیر فصل 4 زبان مادری ما در عهد زیاریان و یا پاوندیان. نام خانواده های پادشاهی ایرانی تبار زیاری، بویهی یا دیلمی و کوهستان دیلم علاقمندی دارد. آل زیار یا زیاریان از خاندان قدیم گیلان بوده، از همین ولایت کوهستان برخاستند. نخستین پادشاه این سلاله مرداویچ نام داشت و اصل خود را به پادشاهان ایرانی باستان نسبت می‌داد. مرداویچ در ابتدا از جمله همصفان
سرلشکری سامانی اسفار ابن شیرویه یا شروین بود. اسفار بعد فتح طبرستان او را به تابعیت سامانیان فرا خواند، ولی مرداویچ با مخالفان او اتفاق بسته به مقابل اسفار خروج کرد و او را کشته زمام رهبری را به دست خود گرفت. این واقعه سال 928 به عمل آمد و هرچند از ظهور دولت نوی ایرانی تبار زیاریان مژده می‌داد، ولی در کاخ محتشم دولتداری متمرکز سامانیان رخنه به وجود آورد. مرداویچ پایبندی عنعنه‌های پادشاهان ساسانی بود و به سنت‌های قدیم سخت اعتقاد داشت. میگویند که او در روزگاری پادشاهی خود امر کرد برایش به مثل تاج انوشیروان تاج طلایی سازند. همچنین ایوان کسری را برای زیست آنچنان که پیش از حمله عرب بود تعمیر و آباد نمایند. تجلیلی با شکوهی نخستین جشن اجدادی سده در روزگاری تجمل اسلام به نام مرداویچ علاقمند است. مرداویچ بعد یعقوب لیث دومین پادشاه ایرانی تبار است که آشکارا بر ضد خلافت بغداد برخاست. او نخست سال 931 همدان را ضبط کرد و بعداً اصفهان را نیز به دست آورد. نهایت مرداویچ قصد بغداد کرد، ولی احتمال با توطئه خلیفه بغداد در سال 935 به دست غلامان ترک خود در حمام قصر کشته شد. بعد از سر او برادرش ووشمگیر ابن زیار سالهای سلطنتش 935-968 بر تخت پادشاهی نشست. خلافت بغداد که از استقلال طلبی خاندان زیاری در هراس افتاده بود، میان زیاریان و سامانیان و آل بویه همواره آتش کینه و نفاق را فروزان نگاه می داشت و لشکری ووشمگیر در مدت طولانی 33 سال پادشاهیش با سپاه سامانیان و آل بویه همیشه در حالت جنگ و پیکار بود. شما گفتار 52 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.